بینندگانی عزیز، خوراکی که ما دعوت کردیم و برادری ما آماده کردیم و به او کمک رساندیم، فخرالدین ملک بسیار یک بوی خوشی دارد، یک به قول تماشاکن ناگفتنی. این مرحمت لحظه‌های خیلی خوب فرا رسید که بچشیم و بهاگذاری که مرحمت شما بهاگذاری کنید و البته انمون مسئولیتی گفتم برای نام گذاشتن همین خوراک شما به ما کمک کنید. خب مرحمت انا حاضر کدامش گیرم؟ انا مینش گیرم. ببینید اون میگیریم اینجا تر میکنیم، گفتیم نظریه‌اش به ما فهموندگی از فخرالدین شما بگیرید. خواهش میکنم. بهترین بی‌نظیر. بی‌نظیر. من گفتم به شما کو خانه میرم حتما این خوراک را تیار کرده همه نزدیکان پیروز میکنیم. بو پرهیزی انا خوراک. بله انا خوراک. اینا چیمونیم نموشه مزه بینید چی مزه پیچانش مونیم بهتری خوراک. در حقیقت خوب زیربکش هم عالی شده است. از خونه هم بهتر اومده است. نام همین برنامه ما لذیذ است. منتوی لذیذش نام کنیم خوبتر است. لذیذ در حقیقت این لذیذ است. همیشه دسترخوانتان پر باشد در فضای بسیار صلح و وحدت کشوری عزیزی ما. تا برنامه های دیگر باشید خوش باشید بینندگان عزیز. خوش باشید.